حمید. اشاره به جماعت میکنه که مریم تو به امرای امی مردمی که با جماعت عبادت میکنه امرای از یام شریک میشی. از امو خاطر زنا در نماز در جماعت حاضر شده میتونه. پیغمبر حکم صریحی گفته که لا تمنع النساء چیسته عن المساجد، از مسجدها زنا را نگاه چی منع نکنه، به شرطی که شرایط رفتن مراعات بکنه، حجاب بپوشه، عطر نزنه، زیب و زیوراتی که سر و صدا داره او را نپوشه. وقتی که نماز خلاص میشه زود تکده بعد از نماز براین، قبل از اینکه مردا خلاص شده باشه و دیگه خود خوب پیچانده باشه، خوف و خطر برش نباشه. ای بالکل زن در مسجد رفته میتونه، نماز خوانده میتونه. البته نماز زن در خانه خیلی افضل است از نماز مسجد کرده، خب لیکن بعضی اوقات ضرورت های دیگه این سبب ازی میشه که بعد در مسجد بره، مثل تعلیم تربیه. مثلا در مسجد میری تو اونجا میبینی مردم که به کدام کیفیت نماز خوانده میشه. زنای ما بیچاره هیچ نمیفهمه عید چی رقم خوانده میشه. نماز عید مثل که مردا باید بره و زنان بیرون بره، لیکن خبر نداره بیچاره، ندیده کدام چیزه. از او خاطر در بعضی اوقات ایتو رفتن در مساجد از روی دیگه افضل میشه. مثلا در اونجا درس قرآن است، در اونجا درس حدیث است، تو خود خانه نماز خوانده میتونی یا ایست که اینطور فکر میکنی کجا قرائت ما و کجا قرائت قاری صاحب که میخوانه. مرا بیبی تلاوت مرا بیبی و تلاوت ازور بیبی چقدر فرق است؟ رکوع مرا بیبی و رکوع و سجده ازور بیبی. از همون خاطر یکی از جمله محرومیت های بزرگ که در طبقه مظلوم از طرف مردم وضع شده این میسته که در مساجد برای زنا جای نساختن، مساجد تعمیر کردن خود جای زن نداره، در تراویح ها شریک شدن نمیتونه. حالان که بیچاره آدم که تنها باشه خسته میشه، خویش میایه، کسالت پیدا میکنه. اما وقتی با جماعت باشی انسان نفر دیگر دیدیه روحیت تازه میشه، تو همون عبادت خیلی با نشاط و تازگی انجام میدی. حتی بعضی اوقات یک کسی دیگه در نماز پالویت است، گریانی از او میه، ترس الله در قلب از او میه، از تو نمیه. خب از جهت گریانی از او گریانی تو میه، در قلب تو ترس پیدا میشه. ایو نمو ثوابی است که با تاسف در افغانستان این قشر مظلوم ما محروم باقی مانده. کم کم رواج شده. الله تبارک و تعالی کل گیر هم یاری بده، این فکر برش بده که حالی مسجدای ما مسجد مردانه و زنانه باشه که از این فضیلت زنان محروم نشوه. الله تبارک و تعالی این توفیق به همگی نصیب بکنه. از او خاطر مریم بیبی برش الله میگه که ورکعی مع الراکعین، تو رکوع بکو امرای رکوع کننده ها، به خاطر که به جماعت نماز خوانده میشه، در جماعت هم تو شریک شو. ذلک من انباء الغیب نوحیه. از یک طرف خود داستان از زکریا و مریم علیهم السلام است، رد بالای نصاراست که با وجود آمدن عیسی علیه السلام کدام سلسله ها داشت، انبیاء علیهم السلام پدرایشان چه قسم دعاها کرده، لیکن در زمن صداقت نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ثابت میشه. پیغمبر این مردما خیلی در زمان سابق تیر شده، نکات و جزیات ازی او هم به طریق واقعی و قطعی این بدون وحی حاصل شدن نمیتونه. زمانی که پیغمبر تمام این نکات میگه و امین نکات در پیش امی یهود و نصارا در کتابایشان وجود داره، آلی باید تصدیق بکنه که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبری بر حق است. چرا؟ کدام قصه و داستانی که بیان کرده یک نکتهش دروغ نیسته و این بدون وحی حاصل شده نمیتونه. معلوم شد که به محمد رسول الله وحی شده و وحی که از جانب الله باشه و حق است. باید اولین ایمان بالای پیغمبر کی می آورد؟ یهود و نصارا می آورد. چرا؟ نشانه های نبوت پیغمبر پیش یهود و نصارا خیلی زیاد در کتابایشان ذکر شده بود و یکه روزمره مشاهده میکردن، اما عناد و حسد، قوم بازی و تفرقه بازی و روادار ساخت که صفتای پیغمبر هم نعوذ بالله چی کنه؟ تغییر بده، حقایق بیان نکنه و مردم همو قسم طایفه های متنوع و مختلف باقی بگذاره. ایو نمو بدبختی یهود و نصاراست که حقایق پوشاندن. اگر امروز مسلمان ها علمای ما حقایق می پوشانن، مردم در تنگنا قرار میده، مردم در تفرقه بازی قرار میده، مردم حقیقت پیدا کرده نمیتونه. باید واقعیت ها بیان شود. اگر هر عالم حقیقت بیان بکنه، راه یکی است، دین یکی است، منهج یکی است،
تشتت و پراگندگی قطعا وجود نداره. ذالک من انباء الغیب، این که ذکر کرده شد این از اخبار غیب بود، یعنی اموری بود که از تو پنهان بود. نوحیه الیک، ما وحی کردیم به سوی تو. و ما کنت لدیهم، تو نبودی. آلی واقعه و داستان پیش میبره. زمانی که مریم در خدمت بیت المقدس کلگی توافق کردن که بیا خدمت بکنه، اما کسایی که در بیت المقدس سرپرست بودن کلانا بودن، علمایی که تدریس و تعلیم میکردن مسئولیت خدمت بیت المقدس داشتن، هر کدام تقاضا میکرد که در زیر سرپرستی مریم قرار بگیره. نزاع پیدا شده بود. آلی امین نزاع حل توسط قرعه میکنه. قرعه اندازی شد، قلم انداخته شد. هر قلم که یکی خو استاد شوه، قلم یکی آب پایین نبرشه، قلم استاده طرف بالا حرکت کنه. زمانی که قلم انداخته شد، بجز از قلم زکریا علیه السلام قلمای دیگه کلش همونطور افتاده سری روی آب شد و پایین رفت روان بود، طرفی که آب روان می بود. اما قلم زکریا علیه السلام چیش بود؟ استاده طرفی بالا روان شد. قرعه را کی برد؟ زکریا علیه السلام. مناسب بود، چرا که مریم در پیش زکریا علیه السلام خالیش بود، از او خاطر در زیر سرپرستی از این قرار گرفت. قرآن امو حالات برای ما بیان میکنه. 3 جای قرعه انداخته شده، یکی در اینجا قرعه انداخته شده و یکی هم پیغمبر علیه السلام وقتی که ازواج مطهرات در جهاد میرفت، در غزوه میرفت، در یک جای میرفت، باز قرعه اندازی میکرد که کدام زوجه مطهره با امرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بکنه، بروه سفر بکنه. اونجا قرعه انداخته شده. و یونس علیه السلام زمانی که کشتی گرنگ شد و کشتیوان گفت که 1 نفر باید از ما کم شوه وگرنه کلگی غرق میشه، به خاطر قربانی 1 نفر نجات دیگرها شوه. ولی کسی آماده به این گپ نبود. خو یونس علیه السلام وقتی که پشک انداختن، پشک یونس علیه السلام برآمد. مردم گفتن یونس علیه السلام میشناختن که آدم خیلی متدین و خوب بود، قابل قدر بود. گفت نه دیگه دفعه پشک میپرتیم. یونس علیه السلام گفت که نه، پشک از ما برآمد. من میدانم که چرا شما میگی که آدمی خوب است، خب ما بدون از اینکه اذن از الله برم شوه به هجرت کردیم. من میدانم از همون خاطر در دریا انداختن شه، دیگه مردم نجات پیدا کرد. خو الله تبارک و تعالی یونس علیه السلام هم چی کرد؟ توسط مایی نجات میده شه. اونجا در 3 مقام پشک انداخته شده و قرآن اندازی در دین برای تقسیم نیست. زمانی که حصص مردم یک برابر باشه، باز بعد از قرآن اندازی میشه که کسی نگه که اونو به ما بیا اونو به ما بیا. به خاطر تیبی قلب مردم پشک انداخته میشوه. مثل که ما اینجا چند موبایل میمانیم، ایرا چی میکنیم؟ توضیح میکنیم. قیمت کلگی یکشان است، خو رنگایشان فرق داره. حالی یکی میگه که اینمی رنگ برای ما شوه و دیگه میگه نه، اینجا پشک میندازیم که نزاع ختم شوه، هیچ کس دو نمیشه. در مسئله حج قرعه اندازی درست است او خوب کار است، بهتر کار است. چرا؟ در دل کسی شک و شبه پیدا نمیشه. نامت نوشته شده، در صندوق ملاک خورده، پس کشیده شده. حالی دیگه الله که به کسی مقدر کرده امو میبرایه. خو لیکن با تاسف امیرم گرفتن، امسال خراب کردن، مردم آنقدر تکلیف و آزار دادن که هیچ پرسان نکو. آلی پولی سال آینده را هم گرفته از جناب حاجی صاحب. حاجی صاحب خوش است که ما در سال آینده حتمی برم، لیکن حاجی صاحب پولی تو را در بانک میندازه. در بانک کاری سودی است. تو در حج برای ازی میری که کاری حرام مرتکب نشوی. 1 سال $1000 تو خدمت سود کرده او کمپانی های سودی را چلانده. 1 سال $1000 تو برابر حجت گناه را برات آورده. ضرورت به این نیست که تو باز به حج بری، همین گناه را پشتاره کو، بسیط است. نکو شما احتجاج کنه، اعتراض کنه، انتقاد کنه سری وزارت حج و اوقاف و بگوی که ما پولی خود 1 روزم در بانک نگاه نمی کنیم. معاشای معلمین و کارگرا هم در بانک حواله شد. چرا؟ به خاطر که یک معلم امروز کار داره، امروز پولش 1 روز پولی کسی که در یک جای باقی میمونه، در تجار کلان 1 روزم فایده داره یا نداره؟ 1 ساعت فایده داره. این مردم کلشه امروز نخواد که در یک خانه ما یک رزق حلال پیدا بتانیم. این دولت به این خاطر این کار کرده. علما احتجاج کنه،
معلمین احتجاج کنه، کسایی که از بانک‌ها معاش میگیره احتجاج بکنه که معاش ما امو قسم که سابق از دفتر داده میشد امو رقم، اگر وا بگوید که این پیسه خو بیازو پیسه بانک هسته، برای ما چی؟ ما سری تو رزق حلال اجرت داریم، حق داریم. تو که برای ما میدی خدا، تو ولو که از هر جا میگیری برای ما حلال است. او گناه خودی است که در بانک ها مونده که سرش کار سود شده. خب ما را گناهگار نساز، ما را دخیل نساز. ولی یک نفر خودش شور میده، یک معلم احتجاج کرد، یک مکتب یکی با دیگه مشوره کردن. خب گوش بگیره، مردم که در سود مبتلا میشه، آجی صاحباسونه 1000 امیال تسلیم کرده، ما بین خود مشوره نمیکنه که ما خود مرتکب معاونت سود میشیم. و کسی که در کار سود ولو که پیردار باشه، پیردار هم در سود چیسته؟ کاتبش، بگوی شاهدش، برندش، هر کس انتقال دادنیش کل شریک است. آجی صاحب هیچ نوع مجلس نمیکنه که بیا یک انتقاد بکنیم. خب کسی که قرآن ترجمه میکنه در مقابلش مجلس جور میشه، وکیلا شورا جور میکنه، ورقا چاپ میشه، الکی ما فلانی را ترجمه شبن کنیم، فلانی در فلان مسجد یک دم مردم میخیزه دیگر نگذاری. از کجا پیدا شده امروز آمین بزرگ گفته؟ در این روزا در یکی از مساجدی که مشهورترین مسجد است، کسی آمین بزرگ گفته تاسف نیست به علما که لا اقل مقتدیای خدا امی قدر تلقین بکنه که سنت رسول الله است که مردم در مقابلش نفرت نکنه، لیکن قریب که جنگ شوه، قریب که زد و خورد شوه. ما از علمای خود چی توقع داریم؟ 20 سال در مسجد تیر کو، تنها به مردم تعالی را نشان نده که رفع الیدین سنت کیست؟ رسول الله، که مردم در مقابلش حساسیت نکنه. باز مردم میگه علما خدمت کرده. چطور خدمت کرده؟ در مسجد ما چرا جنگ نمیشه؟ در صف اول در پولی میامه دستی خدا اینم اینجا میگیره، اینم اینجا این توری گرفته، این توری این طور خیلی خدا با تکلیف هم کرده، او نه رفع الیدین میکنه نه آمین بزرگ میگه، هیچ گپ نیست. نه کسی لط میکنه نه کسی بد میگه. در مسجد تو چرا در مقابل سنت رسول الله نفرت است؟ علما خدمت نکرده، علما یقینا خدمت نکرده خدمت. مردم آشنا با سنت رسول الله نساخته، از او خاطر مردم قیام میکنه. یا از کجا پیدا شده؟ بکشش. معتکفین هم بوده که حالی میکشید شونه این معتکفینه. موضوع ما دایی بود که جمعوری یا کمیسیون جور نمیشه، اتفاق نمیکنن که ما جلوگیری از حرام بکنیم. نه فقط در ضد سنت رسول الله یا مجلس ها داره، در ضد توحید، در ضد ترجمه قرآن، در ضد درس حدیث یا تبلیغ هم داره یا جمع هم میشه. نه یک کیش سر منبری تقریر نکرده که از نگاه دین نارواست که اینی کار میشه. خب افسوس است. گپ در کجا بود که پشک انداختن این درست است قرآن دازی در این طور مقام مثلا در حج رفتن. چرا در اینجا هیچ کس اقربا پروری نمیشه، خیش خوری نمیشه. بس مرا کسی گفت، من چه لیست داده بودم نبرآمدم، میگم مولوی صاحب تو خو واسطه زیاد داری. من گفتم من خو واسطه کسا نمیشناسم، ولی که واسطه پیدا کنم که حق دیگرا را چی کنه؟ بگوی غصب کنه بگیره. باز از حج ما چی برآمد که من میرم؟ برای حج برای چی میرم؟ دمی حج برای چی میرم؟ برای از اینکه من از گناه پاک شوم، برای از اینکه من پابند دین شوم. وقتی که ابتدا و آغاز و اساسم سری دادن رشوت شوه، سری حق تلفی حق دیگه کس شوه، سری معاونت به سود شوه، خاک ده سری او طور حج باز. چرا که او حج نیست. تو خو از ابتدا گرفتی اساسش به گناه موندی. حج خوی طور نیسته، او حج نیسته. مردم فقط به نام خوش است که مردم بگوید حاجی، نه طور نمیشه. خب و ما کنت لدیهم، نبودی تو در پیششان اذ یلقون، در آن وقتی که مینداختن اقلامهم قلمای خدا، ایهم که کدام یک از اینمی کسایی که متولین در بیت المقدس بودن، یکفلو پرورش کنه سرپرستی کنه مریم. و ما کنت لدیهم، نبودی توی پیغمبر علیه السلام در پیش از یا اذ یختصمون، در آن وقتی که نزاع داشتن، هر کس میگفت مریم در زیر کفالت ما بیا. چرا؟ نجابت و حالت مریم که وا مشاهده کرده بودن، میفهمیدن که مریم چه دختری باشه، مریم کدام کمالات و امتیازات داره. قدرت الله از چهره خردی مریم معلوم میشد که این کدام قسم زن می باشه. اذ قالت الملائکه یا مریم،
قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت ملائکه ای مریم ان الله یقینا الله تبارک و تعالی یبشرک که تو را بشارت میده خوشخبری میده به کلمت منه با یک کلمه که از جانب الله است به کلمه به عیسی به بچه‌ای که توسط کلمه الله پیدا میشه یعنی کلمه کن اسباب ظاهری دو نمی باشه که پدر است تنها از تو پیدا میشه به امر الله تبارک و تعالی که کن است موجود شو او موجود میشه اسمه المسیح عیسی ابن مریم نامش مسیح است عیسی مسیح لقبش است عیسی اصل نامش است ابن مریم بچه مریم است شهرتش دایی میشه به خاطر ابن مریم گفته میشه که رد شوه بالای نصارا عقیده از وا که میگفتن ای ابن الله است نعوذ بالله نه بچه مریم است وجیها معزز رویدار است فی دنیا در دنیا به نبوت دادن و الاخرتی در آخرت به شفاعت کردن و من المقربین از جمله کسایی هستند که خیلی پیشتاز است پیش است به الله تبارک و تعالی صفتای امی اولاد به مریم ملائک بیان کرده رایسته خو مریم در کدام حالت است سخت حالت است قرآن عجیب درسا بروا میده عیسی علیه السلام قبل از اینکه پیدا میشه ملائک صفات عیسی علیه السلام به مریم بیان میکنه اول بیان کرد که این بچه خلاف عادت داده میشه این به فرمان موجود شدن کنی الله تبارک و تعالی موجود میشه پدر مادر وجود نداره اینطور فکر نکنی خلاصی پیدا میشه نامش هم از طرف الله است لقبش هم از طرف الله مسیح است لقبش به خاطر که کوری مادرزاد دست میکشد دعا میکنه از الله میخواه بازو بینا میشه مرض پیس گرفته میباشه او را مسا میکنه او جور میشه چرا این کار میکنه به خاطر که در زمان عیسی علیه السلام طب یونانی در سرحد اعلا رسیده بود هر کس لاف میزد الله تبارک و تعالی در زمان معجزه پیغمبر دمو میدان مقرر میکنه که مردم دو میدان خیلی پیشرفته شده میباشه در زمان موسی علیه السلام سحر ساحری خیلی زیاد قوت پیدا کرده بود الله به موسی علیه السلام اینطور عصا داد که دیگه سحرها مکمل باطل میشد طب در زمان عیسی علیه السلام درجه اعلا رسیده بود الله به عیسی علیه السلام اینطور حالت نصیب کرد از جور شدن مریضا که دیگه طبیبا کل حیران بودن نمیتونستن در زمان پیغمبر علیه السلام فصاحت و بلاغت شعرگویی در حد رسیده بود که هر کس امو شعرش که خیلی زیاد توانمند بود در دروازه کعبه آویزان میشد الله بری پیغمبر اینطور کتاب روان کرد که کل فصاحت و بلاغت های سابقه قطع ششته شد از او خاطر الله تبارک و تعالی مناسب معجزه میده مسیح به این خاطر برش میگه یا مسیح خیلی دعوتگر است به سوی الله تبارک و تعالی مسیح با برکت هم میگه خیلی برکت داره عیسی علیه السلام چرا که زود زود کلان میشه عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام بچه مریم بی وجیها معزز و رویدار است فی دنیا در دنیا که الله تبارک و تعالی پیغمبری را برش نصیب میکنه بسیار رویدار در پیش الله کسی است که دعوت دین الله را بده در رأس از او انبیاء علیهم السلام قرار داره بعد از هر کس که وظیفه را پیش میبره او هم در پیش الله رویدار میباشه و الاخرت در آخرت هم رویدار است که الله شفاعت نصیبش میکنه شفاعت میتونه و من المقربین از جمله کسایی است که خیلی پیشتاز به نزد الله تبارک و تعالی است و یکلم الناس سخن میگه امرای مردم فی المهد در گهواره و کهلا در حالت پیریم و من الصالحین از جمله زمره او طایفه است که صالحین است گپ زدن در گواره خو عجیب است چرا در گواره طفل گپ زدن نمیتونه اما الله تبارک و تعالی به عیسی علیه السلام توفیق میده که در گواره گپ بزنه پاکی و براءت مادری خود چی کنه بیان بکنه یک در حالت پیری گپ زدن خو کدام امری عجیب نیست دو توجیه یک توجیه و یکلم الناس فی المهد گپ میزنه امرای مردم در گهواره و بعد از الله ای را بالا میبره طرف آسمان از دست شری اینمو دشمنایش که در صدد قتلشان بود پس از او پایین میشه از آسمان در دنیا باز در حالت پیری قتل مردم گپ میزنه دعوت میده معلوم شد که عیسی علیه السلام در او زمان هم در حالت پیری در دنیا میآید یک توجیه است دوم توجیه گپ زدن در پیری اینطور معنا داره و یکلم الناس فی المهد سخن میگم رای مردم در گهواره و کهلا در پیری یعنی سخن پیری و گهوارش اردو یکسان است طفل واره گپ نمیزنه در طفولیت خود گپی میزنه که آدمی ریش سفید کلان زده نمیتونه
کدام گپاس پشتی سر اینا آمده رئیس؟ و من الصالحین، از جمله اعلالم بر صالح هاست. باز در اینجا رد بالای نصارا شد. صالحین کسایی هستند که عبادت الله را به طریق مکمل انجام داده باشه، حق الله را کمی کوتاهی نکرده باشه، همچنان در حق مخلوقام مکمل پابندی کرده باشه. عیسی علیه السلام مکلف است، عبادت الله را کرده، محتاج به الله است، در جمله صالحین شمار میشه، یعنی در جمله مخلوق است. از او خاطر کسی که الله ابن الله یا سوم الله میگه مردود و رد است. قالت رب انا یکون لی، مریم ایران میشه ای چی کنم؟ چرا این سوال میکنه که یاران چه قسم میشه؟ من مامور به این میشم که ازدواج بکنم بعد از دولت پیدا میشه. قالت ربی، گفته پروردگاری ما سعی کنه دعای مادرش، دعای زکریا علیه السلام، دعای خودیزی، کلش ربی ربی ای مالک متصرفی ما. انا یکونو، چه قسم باشه برای ما ولدون اولاد، ولم یمسسنی بشر، دست نرسانده، دست نآورده برای کدام انسانی، یعنی نه به طریق ازدواج شرعی نه غیر ازدواج شرعی. قال كذلك الله، اینمی قسم ملائک میگه اینمی قسم الله میکنه، یعنی دمی حالت که تو نه ازدواج هم نکرده باشی لیکن در پوست تو طفل پیدا شوه، کاری الله تبارک و تعالی است. یخلق ما یشاء، پیدا میکنه الله چیزی را که بخواه، گاهی بی پدر، گاهی بی مادر، گاهی بی اردویش، گاهی با اردویش. آدم علیه السلام نه مادر است نه پدر است، عیسی علیه السلام پدر وجود نداره است. اینمی قسم دیگه مردم را با پدر و مادر پیدا کرده. اذا قضا امرا، وقتی که فیصله کنه الله یک کاری را، فانما یقول، یقینا الله فرمان میده، له به موجود شدن او کار، کن موجود شو، امر میکنه امری ایجادی، فیکون مو چیز موجود میباشه. چرا؟ الله ضرورت به اسباب، به وقت، به تأمل، تفکر به این گپا نداره. و یعلمه الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، عیسی علیه السلام دارنده صفات خیلی زیاد است. الله برش تعلیم میده کتاب برش تعلیم میده، والحکمت، اینجا مراد است کتاب. بعضی مفسرین میگه مراد است کتاب تورات است، خو لیکن پشت سر کلمه تورات ذکر شده، نه مراد است کتاب اینجا نوشته کردن است، خواندن و نوشتن که با شما میگیم. والحکمت، زیرکی و فهم برش نصیب میکنه. آدم سطحی و سرسری نیست، آدم تحقیقی است، مسائل خیلی به ژرف نگاه میکنه، عمیق همینطور. و تورات، تعلیم میده تورات، والانجیل، انجیل. معلوم شد که یکی از جمله امتیازات نعمتای الله این است که کدام انسان معلومات کافی در کتاب الله پیدا میکنه، ایام یکی از جمله احسانات الله است. و رسولا، پیغمبر می باشه الی بنی اسرائیل، به بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام. در رأس دعوتش کلمه می باشه، اول کلمش که به مردم میگه انی قد جئتکم بیایت، که بنی اسرائیل مخو یقینا آمدن کردم بیایت، با یک معجزه من ربکم، از جانب پروردگار شما، تا که تایید رسالتی ما شوه، شما هم تصدیق بکنی. گپی از دل خود نمیزنم، خیالی نمیگم، اساس و دلیل دارم. انی اخلق لکم، ما شکل میدم لکم برای شما، من الطین، از گل، یعنی از گل شکل پرنده را جور میکنم، که هیئتا که هیئت الطیر، یک شکل به مثل شکل چی؟ پرنده. فانفخ فیه، بعد از میدم پوف میکنم دو، فیکون طیرا، پس میگرده پرنده حقیقی، باذن الله، کمالی من است، به حکم کی؟ الله. خب به دستی ما جاری کرده، به دستی کی؟ معجزه در اختیار انسان نیست، الله جاری میکنه برای صداقت تو، برای عزت تو. و ابرئ الاکمه، و ما جور میکنم کسی که کوری مادرزاد باشه، و الابرص، کسی که مرض پیس گرفته باشه، و احیی الموتى، زنده میکنم مردارا، کلی کارا را باذن الله، با کی؟ به فرمان الله تبارک و تعالی. یعنی کاری من نیست، برای ما معجزه است. و انبئکم، خبر میدم شما را، بما، به او چیزایی که تاکلون میخوری، با وصفی که ندیدیم ما را، لیکن من خبر میدم که اینی چیز خورده. و ما تدخرون، چیزی را که شما در خانه هایتان ذخیره کرده، من ندیدیم براتان میگم، فی بیوتکم، ذخیره کرده در خانه هایتان.
این فی ذالک یقینا در این اموری که ذکر شد لآیتا معجزه است لکم برای شما یا درس عبرت است ان کنتم مؤمنین اگر اراده ایمان و تصدیق داره بس است اینمی